فقط یک لحظه تصور کن بتونی تو هر رشته‌ای که علاقه داری توی یک از دانشگاه‌های معتبر اروپا یا آمریکا درس بخونی، اونم کاملا رایگان، کلی کلاس و دوره‌های باحال. حتی بعضیاش تو دانشگاه‌های واقعی هم تدریس نمیشن. اما یه مشکل بزرگ این وسط هست: ما چجوری میتونیم ویدیوهای آموزشی به زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی رو بفهمیم؟ چون بدون فهمیدن حتی بهترین دوره دنیا هم به دردمون نمیخوره. اما نگران نباش، امروز میخوام یه روش خیلی ساده و کاربردی یادت بدم که باهاش میتونی ویدیوهای خارجی یوتیوب رو با زیرنویس فارسی ببینی، حتی توی موبایلت. پس تا آخر ویدیو با من باش. خب، اول از همه مثل همیشه اپلیکیشن یوتیوب رو باز میکنیم. مثلا من این ویدیو رو باز میکنم. برای فعال کردن زیرنویس روی آیکون CC بالا سمت راست میزنم. الان زیرنویس انگلیسی فعال شده ولی فارسی نیست. برای اینکه زیرنویس فارسی رو ببینیم باید بریم سراغ دکمه تنظیمات یا همون چرخ‌دنده. تو قسمت کپشن 3 تا گزینه میبینیم: یکی انگلیسی، یکی اتو ترنسلیت و یکی هم آف. ما باید روی اتو ترنسلیت بزنیم تا بتونیم از بین زبانهای فارسی رو انتخاب کنیم. اما اینجا یه مشکلی داریم: توی اپلیکیشن موبایل فعلا گزینه فارسی نیست. یعنی اگر بخوای زیرنویس فارسی ببینی باید از مرورگر گوشی استفاده کنی، نه اپلیکیشن یوتیوب. دسکتاپ روی گوشی، مرورگر گوشی رو باز کن و آدرس زیر رو بنویس: m.youtube.com. حالا روی یه ویدیو بزن و بعد برو توی منوی مرورگر 3 نقطه بالا یا گزینه منو رو بزن. روی گزینه نسخه دسکتاپ سایت رو فعال کن. الان یوتیوب رو مثل کامپیوتر میبینی. زیر ویدیو دکمه CC رو برای زیرنویس رو بزن. بعدش برو روی تنظیمات، همون چرخ‌دنده، اونجا گزینه اتو ترنسلیت رو انتخاب کن و بین زبانها پرشین، همون فارسی رو پیدا کن. کمی صبر کن. الان زیرنویس فارسی برات نمایش داده میشه. اگر جواب نداد، اگر دیدی زیرنویس فعال نمیشه یا فارسی پیدا نمی کنی، ممکنه 2 دلیل داشته باشه: صاحب ویدیو زیرنویس رو براش نذاشته. اگر جواب نداد، اگر دیدی زیرنویس فعال نمیشه یا فارسی پیدا نمی کنی، ممکنه 2 دلیل داشته باشه: صاحب ویدیو زیرنویس رو براش نذاشته. زبان اصلی ویدیو تو لیست زبانهایی نیست که یوتیوب ازش پشتیبانی کنه. زبانهایی که یوتیوب فعلا برای زیرنویس اتومات پشتیبانی میکنه ایناست: انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ترکی، روسی، ژاپنی، پرتغالی، کره‌ای، اندونزی، ایتالیایی، ویتنامی، اوکراینی و هلندی. اما خبر خوب اینه که اگر صاحب کانال خود زیرنویس به هر زبانی مثل فارسی اضافه کنه، یوتیوب میتونه با اون کمک بقیه زبان‌های رو هم ترجمه کنه. پس اگر هیچ کدوم از این شرایط نباشه، دکمه CC برات غیر فعاله. و خبر داغ آخر: یوتیوب به زودی قابلیت جدید میذاره که ویدیوها رو به صورت اتوماتیک دنبال میکنه. یعنی نه فقط زیرنویس بلکه صدای دوبله شده به زبان‌های مختلف هم اضافه میشه. وقتی این قابلیت فعال بشه حتما آموزش کاملش رو براتون میذارم. پس اگر این آموزش خوشتون اومد، لایک کن، دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو فعال کن. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. بدرود.